ازدواج موفق چالش خودش داره. ازدواج موفق یعنی به رسمیت شناختن چالش‌ها. یعنی که تو فکر نکنی تقی به توقی خود ما به درد هم نمیخوریم. تو فکر نکنی یه کسی هست که اینقدر به درد هم میخورید اگه با این ازدواج کنید همینجوری با هم خوش میگذرونید میرید. همینجوری به درد هم میخورید، به درد هم میخورید، بعد اینجا یکیتون میره و یکی میره به درد یکی دیگه میخوره، دوباره ادامه میده. همچین تجسمی اگه شما دارید وجود نداره. زمانی شما به سلامت ارتباطی رسیدید که غیر رو با غیر بودنش دوستش داشته باشید. اینجا شما به یه سلامت روانی رسیدید. غیر رو با غیر بودنش، یعنی شما نمیخواید غیر رو تغییر بدید. تا زمانی که شما غیر رو میخواید تغییر بدید به یه آشنا تبدیلش کنید، شما تو تنشید. یعنی هی سعی دارید یه جوری عوضش کنید، یه جوری تغییرش. تا شما تو این فشار به سر میبرید، رابطه تو تنش به سر میبره، رابطه به سرانجام نمیرسه.